عزیزا و همراه عزیز، سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما. امیدوارم که خوب و صحتمند و سرحال باشین عزیزا. دیگه امروز هم دیم یک اول از آقای لالی بگیریم. دیگه درخت میشینن بسیار چیزای جالب اینجوش کنم عزیزا. دیگه جای درخت بسیار قوت قوت کنده. دیگه بریم ببینیم آقای لالی چی گفتنی داره و چه کار کرده. دیگه امروز مو همراه باشین عزیزا. دیگه زای دل شاید هم مشکلی در تصویر بسیار چقوری زیاد کنده و بسیار قوت. دیگه ببینید که آقای لالی دنجی چیز کار نه و چه کار کرده. سلام آقای لالی، چطور هستی؟ خوبی جان؟ تجار بخیر، سلامت، صحت خوب بخیری؟ زنده باشی. چیکار بخیر آقای لالی؟ جگه سیو میکنی؟ باش که مایک تو بیدیم که صدای سون باید. چطور هستی دیگه خودروزه؟ فضل خدا شما خوبین؟ شکر، زنده باشی، تشکر. جگه سیو چرا خود قبول کنده؟ والله این زمین خیلی سخته، مجبوره میرخم اگر نکنی سیوا اینا داد 12 سال میشه که شنده است، یک ذره هم روش نگذره. کدام سیو اینا؟ یعنی پتی آره. خب اینا 12 سال میشه. به 12 سال میخواد درمانده. تو میگی دلیل چیزی می باشه؟ دلیلش به خاطر ازیه که زمین خیلی سخته، ریشه نیال گوش نه. بس چقدر کنده ایره؟ چقدر قبول؟ یا دوی در دو متر. دوی در دو متر. آره. 2 متر قبوده. باز دوی در دو چی شده طرفش. باز چند روز میشه اینجا کار نی؟ اینجا تقریبا یک 7 روز 8 روز میشه. 7 روز. فقط میشه نکنده دیگه. به خاطر دیگه زمین خیلی شاخه کنده نمیشه، مجبور که میرخم کم کم. بغیر از کنده به نظر کدوم تاثیر نکنه؟ یارا نه دیگه هم جای کو تاثیر نه. کو تاثیر نه نکنه. نه. وزیر تصمیم چیه؟ وزیر که کنده نو پرن چرا؟ بله نو کی پر میشه، پس همون درختایی که کنده است ماشاءالله میشه. خب وزیر درختار که شما 7 8 روز میشه اینج کار دین خشک نشته هنوز؟ نه اون شاید زیر خواب تر دیگه داستانی خوش کم نمیشه. داستانی خشک نمیشه. خب باز چی رقم است؟ پس خاکزش یا نه خاک دیگه میرین؟ نه می خواهم دیگه چه بودیم باز چیز تا محدی که ریشه نیال باید باز خواب دیگه گدوار ریشه بودیم که زمین کم خوب توش باشه وقتی دیگه جیل بده اگر دوباره می خواهم چه کنیم میشه تو تخته میشه، پس همون چیز میشه. تو منظور تی خاک از سخت پس هم خاک شیم دوباره تخته میشه. خیلی خالیش مشغوله. خیلی میالم سخت دیگه چیز داستانی کار نمیشه. آقا لالی خیلی قوت کنیم مقصد. مجبور میرخم کنه دیگه میرخم نکنه روش کنه. خب باز شما این یک طرف از کنه رو خیلی سایه واسه اور بس نه کنه. ان شاء الله اگر چیز شد باز ادامه میدیم اگر صاحب چی چیز کرد. اگر چانس و بخت داری بود بخیر دوباره میشه. بله. بسیار عالی بسیار. آقا لالی خسته نباشی. باش بری بخت دیگه. آقای لالی اگرش هم تخلص سردیش آقای لالی از دیگه بوری بینی که آقای لالی خیلی کار نده اینجا خیلی فشار هستشی. دیگه خیلی هم اوتا محکم کلینگ میزنه. آقای لالی خسته نباشی. چطور هستی؟ باش اینج تاشتم پلو. زنده باشی سلامت باشی. چطور هستی آقای لالی؟ خوبی بخیر سلامت؟ زنده باشی جور باشی سلامت باشی. چیز کار نی آقای لالی؟ والله اینمی جای نیال سیو میکنی. جوانی وات سیبی قدر قوت؟ والله از قرار از این زمین که خیلی شاخه نمیشه دیگه نیال روش نمی نیال چهار طرفه خدا اینچیم شاید روش کداشم که روش نگده 2000 ساله نیال میگه. 2000 ساله نیال؟ آره چقدر بار میگه بس؟ بار نه بار صحیح ندیده دیگه خدا اینشون چخنه همینجا خاطر هیچ بار دم نمیکنی نیالا 11 سال شده. و شلا کنو ریزه ریزه دیگه اشتاق کنم بسش نیال 11 سال پیش داشت 11 سال پیش کل زین نیالا؟ یک جای ونوزو خاطر که روش نه دیگه مگه جای زیاد باید نروش نه یک مقداری رشد خب کنه. رقم اگر او حساب آقای لالی باید کلی خاک از چرت تغییر بدین. شما فقط چند جای زیر کندین؟ والله این خو خاکش تغییر نمیده دیگه بودجه شو قدر نیه نفر کم واسه بیسن همزو خاطر میگم سه چهار دونش که فعلا سه خانه بایم سه خانه باید. خود آره چند دانه سه بنظر اینجا کشت بیتنی اگه والله چند اینجا جای خو کنده؟ زیاده دیگه تقریبا نه نه امی جای رکنده دنظر چند دانه سه کشت بیتنی؟ سه هر خانهش. دانش یک دانه دانه زیگه او چی یک دانه؟ فقط یک دانه. خیلی چیه دیگه؟ آره خب دیگه چی بگیم مقصد به نظر از خود من این قدر هم سعی نیه ولی ما در خب باغداری یک مقدار کارم کردم خان در کدوم در کجا کار میکنی؟ در پغمان یک زمان پغمان دا چی؟ پغمان کابل آها. در اونجا که بود دوی در دو میکن ولی غوطیش یک متر میکن. دوی در دو میکنه اونجا هم میستم بود. آره ولی خب بر صورت حال اینجی مگه که زمین زی باید زیادتر نمیشونه این رقم شونه صاحب زی در اصل تصمیم داشته ده که قدبیل ایجای را تکان صحیح بیدی. خب بغیر از بیل دیگه چیز آقای لالی چی هم نمیشه؟ خب فعلا گفته که فقط یک دو سه دونش
آمادهش نبخشید 2-3 دونه نیال تا مو 3 خانه باید خلاص. آها 3 خانه فقط چیشون باز پلان چی آقای لالی باز نو دوباره کارین قد خواگم زیجی ولی ایره مو فقط قنجقه صاحب ازی یا مو قدر گپ زده که فقط کندو نزیر دیگه چیزش گپ نه نیست. منظوری یک راه حل چیه راه حل چیه که نو ویر خواگمی چی پس بینجی بینزه یا نه خواگ از کجا میره خاک از خود زیر نمیدیزم بیشتر از انبار گوسپا و نمیفهم دیگه کود چیزا استفاده نزدیتر یک چیزا استفاده نکنه خلاصه بیخ نیال نرم بونه این اگر نشست کنه خود دوباره این میره. آقای لالی چند متر شده کلان فعلا خود در 1 متر و 80 سانتی بسیار رسیدم 2 متر کنده میشه 2 متر باید کنداش نه که زمان تیر نشنه که سرشیو نه او نکشیز اینجا نه 2 متر طالب پورا نشته بازیت کلینگ کلان هم گرفته آقای لالی بخدا والله بیازی کلین کارم نمیشه یه دیگه نره چند وقت میشه کار نی؟ اینجا 3-4 روز میشه 3-4 روز میشه دیگه تو فکر کن 4 روز اگه 3 دانه من هنوز تکمیل نشده دیگه کل زیر بکنی خو شاید دیگه 1 سال شونه دیگه آره وقت یاد نمیره ایر اگر دیست بکنه اگر ما آقای لالی از دور تیر شدم ما کنم شاید همی قدر اندازه خود نیال میکنین هم دو خاطر کنجکاو شدم گفتم باش باید پرسان کنم نه این ده هر دانه زی فقط 1 دانه نیال شنه ده هر دانه یک نیال خب بسیار فقط فعلا تصمیم داره که جای 3 دانه یا 4 دانهش نه هر قدر که شد فعلا اردیم 10 روزه کار که بزده دیگه درست اگه درست خلاص نسو بس کن 10 روز اگر هر قدر کنده شد دیگه بخشش متفاوت نه خدا کنه 2 دانه کنده میشه خدا کنه 2 دانه کنده خلاص هم درست شما پرن آره مو درست کار رمضان آقای لالی چه خم خسته نشدی فشار نبود خسته خموشی فشار خو هست شاید یکی از دلایل که کم کار دادن رمضان باشه آره شرم مون ساعتی کار نی دیگه درست بعض روزا 6 ساعت کار نی بعض روزا 10 ساعت کار نی نظر در وضعیت خودتون چه آره اوه بسیار عالی آقای لالی فقط میسیدن رو میکنه نه دیگه تصمیم بالای چیزی دور ندارین والله اگر چی شونه اگر وقت بونه میکنی امور میگم میخواستم پرسان کنم نه اگر در روز وقت من بس دیگه چه احتمالاً میکنین آره یعنی من یالا آقای لالی کلگیش 11 سال میشه یعنی میای باستا کلا 11 سال میشه کنه اصلا روش نگده معلوم میشه دیگه اینجی بعضی کارهای دیگه هم باید کنه تنها دیگه کندو مشکل حل نیه دنظر تو چند نیال باشه کلان اینجی در اینجا کو زیاده تقریبا شاید 70-80 نیال شده 70-80 نیال کلگیش مو 11 سال میشه آره بازی تر کارم شونه که در غیر از اینکه ما ایر بیکنی باید گرد گوشه زیر جالی بگیره اگه بخوای رسیدگی کنه آره 100% چون شاید مشکلش 14 ور نیالار توله هم زده آره پوستایش خورده آره اونو نیالار تقریبا تا نیستش خورده آره اونم زو خاطر دیگه یا غیر از این کندش نه خب باید گرد گوشش محکم شونه جالی گرفتش نه دیگهش نه بسیار عالی بسیار باز چند پتی آقای لالی کلان 5-6 پتی هست به نظرم کلگی زیر اگه بکنی آقای لالی بیل دیگه فکر نکنم نه این بیل رانه هم هیچ امکان نداره اگه بخوای صحیح جور کنه خب باید شما فقط یک موقتی کار نین دیگه آره فقط سه خانه باید آره فقط اون قدر بسیار عالی بسیار زایدل یه بود ویدیو امروز ما و دیگه امیدوارم لذت برداشتین تا ویدیو بعدی شما بالای پاک بینیازم سپرم وقتتون خوش خواهید